با تشکر از دکتر شیده رضایی برای تهیه این گزارش. در ارتباط با طرح آموزش مسائل جنسی به دانش آموزان مقطع دبیرستان و جایگاه آموزش بیماری ایدز در این طرح، صحبت‌های دکتر کامیار علایی، کارشناس بین‌المللی ایدز رو میشنویم. نکته مهم اینه که قبل از اینکه این افراد وارد رابطه جنسی بشن باید در مورد این بیماری‌های آموزش ببینن، مثل اینکه کسی رو واکسن میکنید. چون خیلی ها میگن اگر این بحثا رو بگیم ممکنه فرد رو تشویق کنین که رابطه جنسی داشته باشه. هیچ کسی نیست که بالاخره رابطه جنسی در آینده نداشته باشه. مهم اینه که رابطش محافظت شده باشه و قبل از اینکه بیماری آموزشی رو بگیره در واقع اطلاع درست داشته باشه، چون وقتی گرفت دیگه خیلی دیره. مسئله مهم اینه که با توجه به بافت فرهنگی که ما داریم، خانواده ها با فرزندانشون در مورد رابطه سالم جنسی صحبت نمی کنن. بنابراین تنها فرصتی که دانش آموز داره که یاد بگیره در محیط آموزشی هست. اما با توجه به اینکه ما فرهنگ های مختلفی در ایران داریم، این برنامه های آموزشی باید حتما اون مسائل مختلف فرهنگی، قومیتی و مذاهب و ادیان مختلف رو رعایت کنه و در برنامه ریزی، از ابتدای برنامه ریزی تا شروع اجرای پایلوت مقدماتی باید گروه هدف که جوونا هستن حتما دعوت بشن و نید اسسمنت یا بررسی نیاز سنجی بشن که واقعا شما چه نیازی دارید، چه مطالبی رو به شما بگیم، چگونه به شما بگیم که در واقع بتونه مؤثر باشه. ما باید جوری این برنامه ها رو بگیم که عملیاتی و اجرایی باشه، تئوری نباشه. دکتر، در این طرحی که قرار هست حالا به مرحله اجرا در بیاد و ما خوشبین هستیم که این به مرحله اجرا در بیاد، ایدز و آموزش‌های در ارتباط با این بیماری آمیزشی چگونه هست؟ یعنی باید چه چیزهایی رو باید در نظر بگیرن؟ آیا چیز اضافه بر این که شما گفتید هم وجود داره یا نه؟ نکته مهم اینه که باید قشنگ موشکافی بشه که هر کسی در معرض خطر HIV هست. HIV متعلق به یک گروه خاصی نیست، فقط مختص بعضی از زندانی‌ها یا معتادای تزریقی یا بدبخت بیچاره‌ها نیست. هر کسی ممکنه مبتلا به بیماری HIV ایدز بشه و دوم راه‌های مختلفش گفته بشه که راه‌هایی که انتقال میده، مثل تزریق مشترک، رابطه جنسی، مادر به کودک و خیلی از راه‌هایی که منتقل نمیشه. چون وقتی شما متمرکز بشی به بعضی از رفتارها، فرد منفعل نمیشه. اما اگه به صورت شارپ و مستقیم گفته نشه، فرد در واقع گیج میشه که بالاخره من چیکار باید بکنم. و باید بدونیم که این آموزش باید مداوم باشه و به صورت تصویر هم استفاده بشه، فقط نوشتاری نباشه، تصویر بشه و در واقع حتی اگه بتونن یه قسمت‌هایی به صورت کمیک بکنن که با قول معروف کارتون هایی که میشه ازش استفاده کرد، یه سناریو کوچیک استفاده کرد که فرد خودش رو تو اون سناریو ببره و از اون به صورت یک رول مدل استفاده کنه و در نهایت یاد بگیره که چه رفتاری درست بود و چه رفتاری غلط بود. و در کنار این برنامه آموزشی حتما پرسش و پاسخ باشه، هم قبلش هم و هم بعدش. از مشارکت افراد مختلف گفتید. به عنوان آخرین سوال میخوام ازتون بپرسم که شما مسئولیت آموزش جنسی رو بر عهده خانواده میگذارید یا بر عهده مدارس و جامعه؟ خانواده نقش اولیه رو داره که باید فضا رو باز کنه، تلطیف کنه که دانش آموز اگر رفت و آموزشی رو دید نیاد کتابچه رو از خانواده مخفی کنه. پس رکن اول رکن خانواده است. دوم رکن مدارس هست که بعضی از خانواده هایی که این فرصت رو ندارن که آموزش بدن، در واقع در مدارس این گپ پوشیده بشه. و سوم جامعه، چون ممکنه بعضی از دانش آموزا به مدرسه نرن یا اینکه در واقع دوره دبیرستانشون گذرانده باشن. در برنامه‌های فرهنگی، در برنامه‌های اجتماعی که جوانان مراجعه میکنن، یا حالا گالری فرهنگی، هنری یا هر چیزی هست، اونجا بتونن آخرین گروهی که نتونستن از دو راه‌های قبلی آموزش ببینن آموزش بدن و نقش هنر در این مسائل خیلی خیلی موثره. شما چقدر خوشبین هستید به اینکه این طرح اجرا بشه؟ به نظر من هیچ چیزی غیر ممکن نیست. همونطور که برنامه‌های قبلی موفقیت آمیز بوده، همونطور که برنامه تنظیم خانواده موفقیت آمیز بوده، همونطور که در ابتدا برنامه‌های آموزش HIV ایدز
شروع خوبی داشته. مهم اینه که سیاستگزاران به این برنامه اولویت بدن، چون که در واقع در سال 2004-2005 یه کتابچه‌ای در این زمینه تهیه شد از طرف وزارت بهداشت و میخواست در وزارت آموزش پرورش بعد از پایلوتش کشوری بشه که متاسفانه از اولویت خارج شد و یک برنامه مشابهی سازمان هلال احمر میخواست ایجاد کنه و کتابچه‌هاش مهیا شد، اما دوباره از برنامه کشوری خارج شد. اگر سیاست گذاران به این نتیجه برسن که باید این کارو بکنن، اینقدر کارشناس خوب در ایران داریم که با خلاقیت‌های خودشون میتونن برنامه رو اجرایی کنن.